یک مشرک قریشی را بر ضد مسلمانان کمک امداد نخواهند کرد. همین شرطنامه و پیمان بین مسلمانان و بین یهود بسته شد. اگر چنده که باز تأکید میکنم که یهودی ها از فتنه و از حیله و مکر خود یک لحظه هم آرام نمی ایستادند. بدبخت ها در کتب سیر و تاریخ روایت است بار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک نفر از یهودی ها را که دعوای عالمی و دانشمندی نیز میکرد و نام او کثرت در کتب تاریخ فینحاس ذکر شده است، به اسلام دعوت کرد، طریقه وحدانیت خدا را براش می آموخت. در جواب این بدگهر که اینا با دعوای خداپرستی و خداجویی میکنن گفت تو را به سوی خدای دعوت میکنی که فقیر است و احتیاج به ما دارد؟ نعوذ بالله. تو را به سوی خدای دعوت میکنی که از ما مال و پول طلب میکند؟ نعوذ بالله. اگه اشارت میکند به آیه قرآن که خداوند بزرگ بندگان خود را تحریص میکند در تحکیم دین خدا و در کمک رسانیدن به فقیران و بیچارگان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. کیست او مسلمان واقعی، بنده واقعی که به خداوند قرض حسنه دهد؟ به این معنی که دین خدا را دستگیری کند، بندگان خدا را که احتیاج دارند صدقات خیرات نسبتشان دریغ ندارد. ببینید خدای بینیاز میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، همه کمک دستگیری مسلمانان و بندگان خدا را همچه قرض برای خود قبول کرده است. فیضاعفه له اضعافا کثیرا، و در مقابل این خداوند به مراتب با مال و ثروت دنیوی و نعمت و رحمت اخروی را براش عطا کند. این بدگهر پدر سوخته اشاره به همین آیه قرآن کرده به حضرت ابوبکر صدیق تعرض کرد. حضرت ابوبکر بسیار شخصی حلیم بود، بردبار بود، با وجود همین دیگر استودرگری نکرد، یک مشتی آبدار در دهن کثافت زد. خدا گفت را لعنت کند، خدا لعنتت کند، قسم به خدا اگر هم پیمانی بین مسلمانان و یهودی ها نمیشد سرت از بدن جدا میکردم. با این شرک و با این کفر که تو از کافرها کافرتر هستی. و این به تمیز با ببینه بیرویی آدم و ببینه تو کدام درجه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکایت اومد که ابوبکر صدیق مرا با مش زد این لوم کفید است. عرض داد کرد که یا محمد صلی الله علیه و سلم تو میگویی که ما به عدل رفتار میکنیم، پس قصاص مرا از این مردم میسیتون. اما خداوند که از همه کار واقف و آگاه است، حضرت ابوبکر شاهد ندارد اما پیش پروردگار همه چیز آگاه و واقف است. و خداوند به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم آیه قرآن نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. گفت ای حبیبی من به یگان شک تردید خداوند سخن او به سعادت و او به سعادت هایی را که نعوذ بالله میگویند خدا فقیر است و ما بایستیم و خداوند از ما قرض طلب میکند شنید. همه گفته هاش ثبت کردگیم، همش ثبت شدگیه و او عمل شومه که این بدبختا پیغمبر کشا انجام دادند. این مردم سرسختی بدبخت پیغمبر کش هستند. به سبب کشتنشو پیغمبرای خدا را به غیر حق میگوییم از عذاب بسیار دردناک آتش جهنم بچشید. شما جهنمی هستید، شما دوزخی هستید، اگر چند ادعا میکنه که ما اهل کتابه. سبحان الله. اما نه همه یهودی ها این خیلی بدبخت سرسخت بدن. ابن عبدالبر یک عالم بزرگ اسلامی است در کتاب الاستیعاب که درباره اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوشته است
و ابن حجر عسقلانی شیخ الاسلام در کتاب الاصابه نزدیک به 39 نفر یهودی های را نویسی کردند، ثبت کردند که دین مبارک اسلام قبول کردند و مسلمان شدند. بزرگترینشان حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه که از احبار یهود بود، یک عالم برجسته یهود بود. بخاری روایت میکند از حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه سمع عبدالله ابن سلام بقدوم رسول الله صلی الله علیه و سلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. وقتی که حضرت عبدالله ابن سلام از قدوم رسول الله صلی الله علیه و سلم با خبر شد، این عالم بود، این میدانست که پیغمبر آخر زمان باید که مبعوث شود، باید مبعوث شده باشد. از همین خاطر وقتی که از قدوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقف و آگاه گشت، نزدش آمد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم، از سه چیز سوالت میکنم که غیر از پیغمبر کسی به اون سوالا جواب گفته نمیتونه. اگر جواب گفتیم ایمان میارم. فما اول اشراط الساعه، سوال اول، اولین نشانه عظما و بزرگ قیامت چی است؟ با چه چیز مردم میدونن که قیامت اکنون نزدیک شد؟ و ما اول طعام اهل الجنه، سوال دیگم، وقتی که جنتی ها وارد جنت میشوند خداوند قبل از همه با چه چیز اونا را ضیافت میکند؟ ضیافت اولی که خداوند برای اهل جنت آماده میکند کدام طعام است؟ و ما ینزع الولد الى ابیه او الى امه، سوال سیوم، چه چیز طفلک به مادر یا به پدر شبیه میگرداند؟ بعضی کودکان شبیه پدر اولاد پدر میشوند، بعضیش هم میبینی به اولادای مادریش و به تقوایی و نمیدونم خیش تبارای مادریش و شباهت دارن. چه چیز سبب همین میشود؟ چرا بعضی کودک شبیه رگ پیوندی پدری میشود و بعضیش رگ پیوندی مادری؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت یا عبدالله اخبرنی بهن آنفا جبرئیل علیه السلام. ای عبدالله گفت قبل از آمدن ایت حضرت جبرئیل نزدم آمد و مرا خبر داد که عبدالله ابن سلام پیشت میآید و همین سوال میکنه، جواب شو بگو. عبدالله ابن سلام گفت جبرئیل؟ حضرت گفت نعم، آره. گفت فذاک عدو الیهود من الملائکه، آخه گفت ما را تعلیم دادیان که جبرئیل دشمن یهودی ها است. نعوذ بالله. این جبرئیل هم ارخنگل گوریل است، ارخنگل گوریل، یعنی که ملائکه بزرگ جبرئیل در نزد اهل کتاب همه ده هست. این خلاص اختار را ببینید، اگر حضرت جبرئیل وحی الهی را به یک شخصی از غیر بنی اسرائیل آورده است، دشمن یهودش اعلام کردن. حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب آیه قرآن تلاوت کرد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل من کان عدوا لجبرئیل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بین یدیه و بشرا و هدی و بشرا للمؤمنین. بگو به این شخص، ای حبیبی من، کیست او جاهل احمقی که جبرئیل دشمن خود اعلام کرده است؟ جبرئیل که 600 پر دارد، به همین نوع که یک قناتش تمام دنیا را زیر زبر میکنه، او احمق کیست که این جبرئیل دشمن خود اعلام کرده است؟ چه دشمنی کرده میتونسته باشن به جبرئیل؟ هجوم پشه چی آورد خلل بر مایه فیل؟ جبرئیل که قرآن بر قلبت نازل کرد و توسط او قرآن تو دین ادیان و پیغمبران پیشین تصدیق کردی و این قرآن سبب هدایت و یک بشارت بزرگی از برای مسلمانان شد. بعدا گفت
فاما اول اشراط الساعه فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. سؤال اولت گفت اولین نشانه عظمای قیامت یک آتش بزرگی هست که مردم از سوی مشرق به طرف مغرب میدواند. یک آتشی که از جانب یمن پیدا می شود مردم به سوی حجاز میتازاند. و اما اول طعام اهل الجنه فزیادت کبید الحوت. اول طعامی که خداوند از برای جنتی ها آماده میکند، سوال دوم جگر ماهی است. یک بولیون ای جگر ماهی. اهل جنت عذاب و مشقت زیاد میکشند، در صحرای محشر خیلی مشقت میکشند، بعد از بالای پل صراط عبور میکنند در ترس تهلکه. از همین خاطر وقتی که داخل جنت میشوند بسیار بیمدار شده اند. برای بیمارو میدونه نه در دنیا بولیون میبرند. اگه بولیون ماهی از جگر ماهی بسیار نادر است، دلیکاتس است. عادتا بولیون مرغ میبرند. خداوند برای بنده های جنتیش بولیون از جگر ماهی آماده کرده و میبرده است. طعام اولی که براشو تعارف میکنه. پروردگار وارد شدن به جنت، نوشیجان کردن این طعام شیرین گوارا را از برای قوم مسجد ما و مجموعاً از برای جمیع امت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم نصیب گردان. آمین. اما سوال سومت که چی چیز کودک به پدر یا به مادر شبیه میسازد، حضرت فرمود اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد و اذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت. گفت وقتی که مرد با زنش همخوابه می شود، البته در زمانی هست که در همون بچه‌دان زن حجیره زنده علکی هست، برای همون باردار کردن حجیره البته که نطفه لازم است، سپرم آب منی. اگر به شرطی که نطفه مرد قبل از نطفه زن در همون حجیره رفت رسید، او کودک شکل صورتش به اولاد پدریش یا به پدر خودش شبیه می شود. اما اگر زن احتلامی شود و آب زن قبل از آب مرد به همون حجیره رسد، در او صورت شکل صورت زن شبیه اولاد مادریش می گردد. این سخن در صورت گفت که نه علم امبریولوژیا بده، نه اوزی بده، چیزی نبود. واقعا را غیر پیغمبران کسی نمیدوند. از این خاطر عبدالله ابن سلام که عالم بود، عالم حقیقی بود و ایمان به کتاب‌های خدا داشت، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. گواهی میدهم به درستی که نیست معبودی بر حق مگر الله جل جلاله و گواهی میدهم که تو رسولی بر حق خدا هستی. ایمان آورد. بعدا گفت یا رسول الله این الیهود قوم بهت. ای حبیب خدا، گفت این خانه سوخته این جوتو را من میدونم واقعی قوم من هستند، در بینشون کلان شدم. اینا بسیار بهتان میزنند، بسیار دروغگو هستند، بسیار تهمتچی هستند. خودشون تروریستند، مسلمانان را تروریست میگن. این الیهود قوم بهت فإن یعلموا باسلام قبل ان تسألهم یبحثونی. اگر گفت اینا از اسلام من آگاه شوند که من مسلمان شدم، البته در حق من تهمت ها میزنند. برای همین قبل از او که من اسلام خود آشکار کنم، تا اول سوال شو که همین عبدالله ابن سلام چی کس است؟ فجاءت الیهود، امام بخاری روایت کرده است حضرت انس ابن مالک که یهودی ها از حضرت آمدند. حضرت پرسید چون ای رجل فیکم عبدالله ابن سلام، گفت همه عبدالله ابن سلام در بین شما چی کس است؟ چی مرتبه و چی منزله دارد؟ یهود در جواب با یک آواز گفتند خیرنا و ابن خیرنا، بهترین ماست، پدرش هم بهترین ما بود. و سیدنا و ابن سیدنا، اشرافترین ماست، پدرش هم از اشراف ما است. و اعلمنا
و ابن اعلمنا، عالم ترین ما هست. پدرش هم اعلم بود، عالم ترین ملوهای ما بود. حضرت صلی الله علیه و سلم سوالش کرد: ارأیتم این اسلم عبدالله ابن سلام؟ گفت ای برادران، اگر عبدالله ابن سلام عالم ترین شما باشد، بهترین شما باشد، شریف ترین شما باشد، اگر همین عبدالله ابن سلام اسلام بیارد شما چی میگویید؟ گفتن اعاذه الله من ذلك، هیچ وقت عبدالله ابن سلام اسلام نمیارد. خداوند او را از این کار نگه میدارد. همین قدر باور یقین دارند. گمان کردن که عبدالله ابن سلام هم مثل خودش یک متعصب احمق است. همین وقت حضرت عبدالله ابن سلام خارج شد، گوش میکرد گپاشو را، از پشت دیوار خارج شد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. وقت این سخن شنیدن پریدن از جاشو خیستن، گفتن شرنا و ابن شرنا. ای محمد صلی الله علیه و سلم، این بدترین ما است، پدرش هم بدترین ما بود. به کثافت ها را ببینید، به شرمی را ببینید، به حیایی را ببینید. با حضرت عبدالله ابن سلام خندید، گفت فهذا التی کنت اخاف یا رسول الله. ای حبیبی خدا، گفت من این فتنه شو میترسیدم. چالی میوان در پیشت میگن که او دیوانه های، او فلان های، او بسمدان های، او فناتیک های. از همین میترسیدم، برای همین گفتم اول سوال شو کرد، بعد من اسلام آشکار کنم. الحمدلله که از میان یهود این خیلی جوان مردا پیدا شدن و نامشو افتخار بنی بشر است و در صفحه صحابگان بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم ابدالآباد ثبت گردیده است. خب این بود یک تاریخ مختصر از یهود. اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد مدینه منوره شد، در چنین یک حالتی اقوام مختلف چیکار کند که یک اتحاد شود، چیکار کند که این مدینه منوره که اولین دولت اسلامی در اونجا ایجاد شده است، بد هجوم دشمنان، بد دشمنی آنها تا باور باشد، تواند که مقاومت کند. زیرا اطراف همه دشمن بود، همه در قصد جان مسلمانان بودند. حتی در داخل مدینه مشرکای بودند که شب و روز نقشه میکشیدن که چی نو کنیم مسلمانان را از پای در اندازیم. و یهودی ها هم نگاه میکردن که کی ضعف مسلمانان آشکار شود تا برزی چوب مردم شورانیم. از این خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اول اقدامی که در مدینه منوره نمود، بین مسلمانان اخوت برادری را ایجاد نمود، اعلان کرد. باری اول 90 نفر در خانه انس ابن مالک شان جمع آمده بودند از مهاجرین و انصار و عهد اخوت و برادری بین خود برقرار کردند و بینشون چنان دوستی شد که حتی بین دو برادر خونی چنین دوستی را تصور کردن مشکل است. من در این موضوع با فکرم اندک با شما صحبت کرده بودم یک دو جمعه پیشتر. خب قدم دیگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گذاشت، بینای مسجد نبوی، بینای اولین پارلمان اسلامی، بینای اولین دارالندوه، خانه مشورت، مکان مصلحت، بینای یکمین مدرسه اسلامی، همه در یک جایگی همین مسجد نبوی بود. وقتی که گفتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مدینه گشت، اشتر در یک موضع زانو زد نشست، بعدا از جاش برخاست، چند قدم فراتر رفت، باز قفا گشته در همون موضع اولا نشست. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت ان شاء الله مسجد و مکان همیشه خواهد بود. و در همون موضع اون زمین به دو تفلک، به دو یتیم بچه از بنی نجار متعلق بود. زمین از یتیم ها خریدن، بعدا شروع کردن به ساختمان مسجد. زمین وقتی که حفر میکردن دیدن یک چند گوری مشرکا در همونجا موجود بود، یک چند خرابه دیگر بود، بعد چند دانه درخت خرما و یک درخت غرقد، این درخت خوردار است، در همون زمین موجود بود. حضرت صلی الله علیه و سلم امر کرد
درختان را قطع کردن و از جانب قبله بردند و گذاشتن. بعضیش همچون ستم در داخلی مسجد استفاده کردن، بعضی دیگرش از جانب قبله گذاشته شده بود. قبرها را نبش کردن، استخوان‌های مشرکا را خارج کردن، جای دیگر بردن گوراندن. او خرابه ها را هموار کردن، به زمین درست کردن. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم دست و آستین برزد و در رأس ساختمانچیان مسجد قرار گرفت. خودش هم در برابر امتش سنگ میکشید، لای میشورید. خشت اول مسجد حضرت صلی الله علیه و سلم به دست خود گذاشته است. روایات زیاده هست که حضرت صلی الله علیه و سلم هنگام کار حتی شکمش از ناف بالا برهنه شده بود، پر از خاک. وقتی که سنگ پیش آغوش گرفته و میبرد، همه شکمش پر از خاک شده بود. حضرت زمزمه میکرد: اللهم ان العیش عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. حالی میگم پیغمبر آیا بیت گفته بود؟ بله، همین شعر است. حضرت صلی الله علیه و سلم در وقتی ساختمان مسجد همین شعر زمزمه میکرد، شعری که به عبدالله ابن ابی رواحه متعلق است: اللهم ان العیش عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. پروردگارا، عیشی بهترین، عیشی اساسی عیش آخرت است، عیش جنت است، پس مورد رحمت و مغفرت قرار ده انصار و مهاجران را که مسلمانان طبقه اول هستند، دوره اول هستند. در جواب انصاری ها هم خاموش نمی ایستادند، آنها را هم زمزمه می کردند. گفتیم حضرت صلی الله علیه و سلم چندین شاعر داشت. می گفتند: لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک من العمل المضلل. اگر ما بشینیم حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم سنگ کشد کار کند، وای به حال ما که در اون صورت ما خورترین و پسترین مردم روی دنیا حساب میشیم. و دوش بر دوش هم گذاشتند یک مسجد بسیار بسیار زیبا و در او زمان بسیار مستحکمی را طرح ریزی کردند. مسجد 100 ذراع در 100 ذراع بود به قول اصح، 100 گز در 100 گز. درازیش هم 50 متر بود، برش هم 50 متر. دیوارهای مسجد از خشت خام و از گل از لای درست کردن. مسجد 3 در داشت در ابتدا. درها را از سنگ و از خشت برداشتن. در سطح مسجد از کجا گلیم بده، از کجا بوریا بده زمان ریگ آوردن، ریگی نرم و ملایم در زمین ریختن که در وقتی رکوع کردن و سجده کردن مردم آزار نیابند. سقف مسجد، بالای مسجد با خیمچه‌های خرما، خیمچه‌های ببرق پوشاندن. مسجد اولین یا بزرگترین مسجدی اولین نیست، اما بزرگترین مسجد نبوی به همین طرز، به همین شکل ساخته شد. حضرت صلی الله علیه و سلم در مسجد خطبه میخوان. در ابتدا حضرت منبر نداشت و وقتی خطبه خواندن گفتیم که درختای خرمایی را که قطع کرده بودن از طرف قبله گذاشته بودن. حضرت در همون یک درختش، در یک درخت خشکیده، یک ستون گوییم تکیه زده خطبه هاش هم میخوان، موعظه میکرد. بعدن یک اوستا، یک غلام رومی پیدا شد و با فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم از برای مسجد اولین منبر را درست کرد. منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 زینه داشت. حضرت صلی الله علیه و سلم از بالای منبر موعظه کرد. در همون روز اول صدای گریه و ناله همون ستم خشک صدا داد، بلند شد. امام بخاری روایت میکند از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما: کان نبی صلی الله علیه و سلم یخطب الی جذع. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید در ابتدا به جذع، به یک درخت خشک شده، به یک ستون خشکیده تکیه میزد و خطبه میخوان. فلما اتخذ المنبر تحول الیه فحن الجذع.
اما وقتی که منبر را در مسجد وضع کردن، حضرت صلی الله علیه و سلم نزد منبر آمد، از بالای منبر موعظه کرد. یک روز میگه همون چیز به گریه و ناله در آمد. امام بیهقی و قاضی عیاض در کتاب شفا روایت میکنند که مثل یک طفلک گریست، طفلی که گرسنه میماند گریه میکند. در بعضی روایات اومده است مثل پسرک شتر بچه‌ای که مادرش گم کرده است، بیچاره نعره میزند، مادرش صدا میکند، همون ستون به گریه در اومد. قاضی عیاض در کتاب الشفا، یک کتاب بسیار معروف دارد، روایت میکند که حضرت نزدش آمد، دستش در بالاش گذاشت، گفت این چوب چه گریه میکنی؟ گفت از فراق تو یا رسول الله. گفت اگر بخواهی دعا میکنم خداوند از سری نو با سبزت کنه، مردم از خرمات استفاده ببرن، دعای پیغمبر پیش خدا مستجاب است. اما اگر بخواهی دعا میکنم که خداوند فردا روز قیامت یک سرو جنتیت گرداند. گفت یا رسول الله من آرزوی بقا دارم، آرزوی جاویدانه بدن دارم، اگر خرما هم که شوم بعد چند مدت با خشک میشم و با میگیرن عرب میکنن، شاید که آتشی دگدان شوم. از این خاطر من بقای جاویدان میخواهم، دعا که پروردگار در جنت المأوا سروی از سروهای جنتیم بگردانم. سبحان الله. حضرت مولوی قصه میکنه در مثنوی شریف، استون حنانه از هجر رسول، ناله میزد همچه ارباب عقول. همون ستون در تاریخ به نام حنانه معروف است. حنانه یعنی نوحگر، ستونی که گریه و نوحه کرده است. گفت پیغمبر چی خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراقت گشت خون، مسندت من بودم از من تاختی، بر سری منبر تو مسند ساختی. گفت یا رسول الله از فراقی تو گریه میکنم، من به بوی تو عادت کرده بودم، من به تنه بزرگی تو عادت کرده بودم، امروز مرا ترک کرده بالای منبر دست سکه میکنی میشینی گریه نکنم. گفت میخواهی تو را نخله کند، شرقی و غربی زی تو میوه چیند، یا در آن عالم تو را سر کند، تا تر و تازه بمانی در ابد. همون چیزی که قصهش پیش کرده بودیم، حضرت به نظمش کشیده است. گفت آن خواهم که دایم شد بقاش، بشنوی غافل کم از چوب مباش. ای غافل، تو نخواه یک حمیت یک چوبی خشک نداشته باشی، نخواه چوبی خشک آرزوی جاویدانی داشته باشد، آرزوی جنت داشته باشد. آقا مرگ تواری جوان مرد مسلمان که تو آرزوی جنت نداشته باشی، بعد دست خود در جنت مرود میبندی. بشنوه غافل کم از چوب مباش. آن ستون را دفن کردن در زمین، تا چو مردم حشر گردد یوم دین. حضرت فرمید قبر کندند و ستون در زمین گور کردند. فردا روز قیامت وقتی که خداوند بنده‌هاش حشر میکند، آنمو درخت هم حشر میشود، یک سرو جنتی میشود. تا بدانی هر کی را یزدان بخواند، از همه کار جهان محروم ماند. هر کی را باشد ز یزدان کار و بار، کار او یافته است و بیرون شد ز کار. هر کسی که بنده واقعی خدا شود، انشاءالله براش این طریق بشارت ها هسته. آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد. قبل از او که این شعر بگم تو اول حدیث از صحیح بخاری آوردم که ها یگان شک و شبهه نماند. از صحیح ترین کتاب بعد قرآن عظیم شان دلیل تو آوردم. اما متاسفانه در جامعه ما هنوز هم آدمای ابلهی هستند که همین گریه استون حنانه را قبول ندارند. آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت به تمکین بود.
حضرت مولوی میگه این فیلسوفای جاهل اینا پای حقیقی ندارد یا پاشو چوبی ای، پای چوبی تمکین نداره، سرد از گرم فرق نمیکنه، سخت از نرم فرق نمیکنه. ببینه فلسفی که منکری حنانه است از حواس اولیا بیگانه است، از حواس انبیا بیگانه است. او فیلسوفی که گریه حنانه را انکار میکند او نمیداند که خدای تعالی به بعضی بندگانش چرا نعمت داده است که صاحب معجزه هستند، پیغمبران اولیاء الله صاحب کرامات هستند، همه چیزا را درک نمیکنند. ابو علی ابن سینا در ابتدای فعالیت همه گریه استون حنانه را رد میکرد، میگفت استونی که خشک شده است دیگر یگان بافته و یگان حجیره زنده ندارد، چخیل میتوند که گریه کند یا از او آب خارج شود. اما ما باره به شما گفتیم که حالت و ساعت شد که وقتی که شیخ رئیس سینا به چشم خود کرامات بزرگان را دید، کرامات ابوالحسن خرقانی، کرامات ابو سعید ابوالخیر را دید، در کتابهاش من بعد ثبت میکرد، از جمله در کتاب الاشارات و تنبیهات وقتی که درباره اولیاء الله سخن میگوید کرامات ایشان میگوید زنهار شک نکنید که مجرب است، ها زنهار شک نیاره که این در تجربه دیده شد. در کتاب اشارات و تنبیهات ابو علی ابن سینا به دست خودش ثبت شده است. ببینید شک نکنید که مجرب است. اگر چند بیچاره شیخ رئیس نصیحت کرد، اما تا به امروز فیلسوفای جاهل احمق از حقیقت دور داریم که بالکل رد میکنن، نعوذ بالله. فلسفی که منکر حنانه است از حواس اولیا بیگانه است. قصه عاد و ثمود از بحر چیست تا بدانی کانبیا را ناز کیست؟ چرا خداوند قصه عاد و ثمود میارد؟ چرا خداوند قصه معجزه های پیغمبراش میارد؟ تا فهمید که پیغمبرا از روی کی افتخار دارند، از روی کی میفخرند، قوت امکانیت چون از جانب کی داده شده است. معجزه موسی و احمد را نگر، چون عصا شد مار و استون با خبر، گرنه نامعقول بودی این مزه، کی بدی حاجت به چندین معجزه. تو میگه معجزه موسی علیه السلام معجزه عصا و معجزه محمد صلی الله علیه و سلم، ببین که چنان یک استون در فراق رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه کرد. آخه اگر این چیزی میشد که به عقل اثباتش کرده میشد، احتیاج به معجزه نداشت، کسی او را معجزه نمیگفت. معجزه عملی را میگن که خارق العاده است، او را به عقل به منطق درک کرده نمیشود. یک امر خارق العاده است، سویر خیس دست بینی ایرا چخیل به عقلت درک میکنی، خدا جان تا بگیره. گرنه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. آنچه معقول است عقلش میخورد، به بیانی معجزه به نیک بد. اون چیزی که عقل قطعی فهمیدش میشود حجت به معجزه نیست. این که زمین در گرد آفتاب چرخ میزند به تجربه دانسته میشود، چه حجت به معجزه است؟ این که در 90 درجه آب میجوشد احتیاج به معجزه ندارد، به تجربه دانسته میشود. در 0 درجه آب یخ میکند، آخه این به تجربه دانسته میشود. بر این که 2 کرده 4 میشود معجزه در کار نیست، همین عقل کفایت میکند. آخه این معجزه برای آن گفته میشود این عملها که عقل او را نمیخورد، عقل دیگه به کارت نمیآید، عقل در پیشش مثل خر در وحل باز میماند. خب گفتیم که مسجد سازمان داده شد، بهترین مسجد، یکی از بزرگترین مساجد که پارلمان مسلمانان بود، مکان دعوت بود، تمام مشورت ها در مسجد میشد، تعلیم و تدریس در مسجد میشد. و در برابر این با خوابگاهی شخصای بیخانه و در مهاجرینی که بیچاره جایی نداشتن، خوابگاه اونا را به تا زمانه کسی که خانه و در نداشت می اومد در همون مسجد سرپناه داشت، در همونجا خواب میکرد، زندگی میکرد، نمازش میخواند.
واقعا ساختمان مسجد یکی از عملهای بزرگ است که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داد و در تحکیم دولت اول اسلامی نقش اول درجه را همین مسجد بازی. بعدا برای ادای نماز احتیاج به دعوت داشتن مسلمانان، زیرا در مدینه منوره پهن پریشان بودند. مدینه شهر بود، او وقتا ساعت نبود، مردم وقت شناس هم کم بودن بیچاره، از روی آفتاب انیق دقیق وقت دانسته نمیشد. بعضی ها بودن که می آمدن در مسجد 2 ساعت 3 ساعت منتظر نماز میشیشتن. بعضیش می آمدن که الکی نماز جماعت الکی ادا شده است. از همین خاطر احتیاج به چیزی بود که مردم به نماز دعوت کند، تعیین کند وقتی نماز را. بعضی ها بر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد ناقوس کردند. ناقوس هم میدونید، زنگوله، کلوکل. بعضی ها گفتن بیایه مثل یهودی ها در قرن یک شاخ دارن، یهودی ها در همون شاخ می نوازن، همون صدای بوق از قرن براریم. اما نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین چیزا مقبول نبودن، زیرا تقلیدی به نصرانی ها و تقلیدی به یهودی ها بود، در صورتی که دین اسلام خیلی بزرگتر از اونهاست. شب یکی از صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواب دید. عبدالله ابن زید ابن عبدالربیه، ایره صاحب اذان میگویند، نامش در خاطر تو بگیره. عبدالله ابن زید رضی الله عنه از مردم انصار است. خواب دید که یک مرد سبز پوش، 2 لباس سبز در برش، یک ناقوس بزرگ در سری کتفش گذاشته است و می رود. در همون خواب سوالش کرد: یا عبدالله هل تبیع الناقوس؟ ای بنده خدا، گفت ناقوس هم بفروشی؟ این فروشی است. گفت و ما تصنع به، چکارش میکنی؟ اگر بالفرض فروختم تو این ناقوسی کلانه بگیری چکارش میکنی؟ گفت ندعو به الی الصلاح، یک مقصد نیک داریم. گفت با واسطه همین ناقوس مردم به نماز دعوت میکنیم که سری وقت بیایند نماز جماعت ادا کنند. گفت افلا ادلک علی خیر من ذلک، بخواهی گفت یک چیز تعلیم میتم که 100 برابر از این ناقوس بهتر است. آیا میخواهی؟ گفت در جواب حضرت عبدالله ابن زید گفت آره. گفت تقول الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بعداً گفت و اذا اقمت الصلاة تقول، وقتی که نماز برپا می شود مردم جمع شدن صف گرفتن میگویی الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. این اذان و قامت الحال من گفتم اذان و قامت است که عبدالله ابن زید رضی الله عنه در خواب دید و حضرت بلال هر دی اینا را گفت و این با نام اذان و قامت بلال معروف است و امروز در حرمین همه اذان و قامت بلال گرفتیان. اما مبادا شما با گمان نکنید که ما غلط میگفته باشیم. قامتی که ما میگوییم قامت ابو محذوره است، مؤذن مکه مکرمه. ما اذان مدینه را گرفتیم و قامت مکه را هر در به هم جمع کردیم، انشاءالله رحمت بالای رحمت شده است. برای همین مبادا یگان ذره شک شبهه در دلتون افتاد. از بس که من حدیث براتون بیان کرده استم همون لفظ حدیث آوردم. در موضوع اذان و قامت ما به فکرم 2-3 جمعه صحبت کرده گیم.
وقت ایرا شنید حضرت عبدالله ابن زید صبح از خواب خیست، سراسیمه نزد حضرت اومد، گفت یا رسول الله اینو خیلی خواب دیدم. حضرت گفت انها لرؤیا حق ان شاء الله، گفت ان شاء الله این رؤیای حق است، این خوابی بر حق است. فقم مع بلال فالقی علیه ما رأیت فانه اندا منک، همراه بلال گفت خیز روی و همون چیزی را که شنیدی به حضرت بلال تلقین کردن بگیر، زیرا که صدای بلال از صدای تو بلندتر و فورمتر است. از آن شخصی میگه که صداش فورم باشد، صداش زیبا باشد، از آن به این زیباگی ببینه. با تمام عالمیان اظهار میکند یگانگی خدا را. خاتم النبوت بدن محمد صلی الله علیه و سلم همه را در جای خودش میشنانه که بزرگی و عظمت و کبریا خاصی خدا هسته و هر روز 5 بار مسلمان ها از این نعمت بزرگ برخوردار هستند. پس باید که ما از این شخصی رمونیم برادرای عزیز که صداش زیبا و فورم باشد. وقتی که صداش همه برارد مردم دلشان گم بزند، میل به سوی مسجد داشته باشد. همون مؤذینایی که در یک جا وظیفه و منصب فخری دارید، اگر صدا تو فورم نیست یگان خالی بچه را بگید که بیا تو از آن بته، باور کنه واقعا این خونه سوختن منصب و وظیفه بسیار شیرین است، بسیار مردم میل محبت دارند، اما اسلام بزرگ است. اگر انشالله همین کار ما و شما کردیم، انشالله پروردگار اجر ثواب را که بر مؤذینای خود عطا میکند که فردا روز قیامت از همه بلندگردنترین مردم هستند، سربلندترین مردم هستند، انشالله ما و شما را به هم طریق میکند. زیرا این از آن شعار اسلام است. از آن باید بسیار زیبا باشد، بسیار دلربا باشد، بسیار با صدای یک رنگ یک نواخت و خوشرویی که به دل کسی نزند، به مغز کسی اصابت نکند گفته شود، تو مردم راغب شوند، میل رغبت چو زیادتر شود. صدای خنک مردم میرمونه، مردم میگریزونه. برای همین شعار اسلام باید زیبا باشه، زیرا اسلام خودش دینی زیبا است. حضرت مولوی یک قصه داره در مثنوی، انشالله هم قصه را بیان میکنیم و بعد وقتی دعا کردن هم شده است به همین به صحبت حسن خاتمه میبخشیم تا هفته دیگر انشاءالله. حضرت میگوید یک مؤذن داشت بس آوازی بد، در میان کافرستان بانگ زد. یک گروه مسلمانان در دارالحرب زندگی میکردند، در مملکت کافرها. بعد هم یک مسجد داشتن و نماز میخواندن، یک مؤذن جوانور داشتن، همون را تاکیدش میکردن که آواز تا بلند نکرده روی مسجد از اون بته کفایه های. چند گفتندش مگو بانگی نماز که شود جنگ عداوت ها دراز. نصیحتش میکردن که خدای نکرده با ای بالای میزنه از آن نگوی که همین صدای تو سبب جنگ نزاع با کافرها و مشرکان نشود. او ستیزه کرده پس به احتراز، گفت در کافرستان بانگی نماز. یه روز وقت میعاد قلعه یافتیش که نبود بالای میزنه برمده با تمام آواز نعره زد. خلق خایف شد ز فتنه عامه، مردم همه در ترس تعلقه غلطیدن که حوز یگان گپ میشود. خلق خایف شد ز فتنه عامه، خود بی آمد کافر با جامعه، شمع حلوا با چنان جامعه لطیف، هدیه آورده بی آمد چن الیف. پرسان کان از این کو کجاست، که صلا و بانگ او راحت فضاست. همه در ترس تعلقه در مسجد جمع شدیم. ناخواست یکی از همون کافرها آمد، یک جامعه فسان در دستش، شمع گرفت، از شمع بسیار قیمت بها بود، چراغی عصرهای پیش بود. با این قدر حلوا گرفت است برای دهن شیرینی هدیه آورده است. و گفت همون مؤذن کو در آوازش جانم هدیه آوردمش. این قدر آواز شیرین داشته است، این قدر آواز مقبول داشته است. مردم حیران شدن که سبحان الله از آواز این پرنده ها میتورن، این خیل شده است که به این مردک معقول شد. و شرح میتونم دختر دارم لطیف و بس سنی،
آرزو می بود او را مؤمنی، هیچ این سودا نمی رفت از سرش، پندها می داد چندین کافرش. یک دخترچه دارم گفت، بسیار دخترک صالحه، همین یک محبت اسلام در قلبش پیدا شده است، همین قدر که راهبا و کشیش ها و اپیسکوپو را خانه میارم و ضیافت تشکیل میکنم که میره نصیحت کنه، هیچ از گپش نمیگردد، میگه من مسلمان میشم. هیچ این سودا نمیرفت از سرش، پندها میداد چندین کافرش، در دل او مهر اسلام رسته بود. همچه مجمر بود این غم من چه دود. این اسلام اینقدر زیبا است، اینقدر گوارا است که در قلبی همون دختر میگه به درجه ریشه انداخته بود که دیگه درون به درون می سوختم، ای بنیام دود و می برومده، علاج نداشتم، چیکارش کنم آخی دختر من. هیچ چاره می ندانستم در آن، تا فرو خواند این مؤذن آن از آن. در فکر بدم، در اندیشه بدم که چیکار کنم که یک وقت آواز این مردک بلند شد، آواز این مؤذن. گفت دختر چیست این مکروه بانگ، که بگوشم آمد این ده چاردانگ. در همه عمر این چنین آوازی زیشت، هیچ نشنیدم در این دیر و کنیشت. دختر تلخ کف شد میگه، گفت سبحان الله این چی صدای خنکای، 15-16 ساله شدم در حیاتم این خیل آوازی خنک، این خیل صدای گوشخراش نشنیدم، این چی بود؟ خواهرش گفتش که این بانگی از آن هست اعلان شعار مؤمنان. اپش همونجا بدست گفت این آوازی از آن های مسلمان ها همدیگر را به نماز دعوت کرده استیان که بیایی نماز بخونه. باورش نامد، بپرسید از دیگر. دختر قبول نکرد، گفت شما دروغ میگه. نه خب اسلام با این زیبایی، با این پند نصیحت ها، با این تعلیم، با این قرآن جذاب شیرین، همین خیلی با صدای ناخوش صدا که کنن مردم دعوت کنن به نماز. باورش نامد، بپرسید از دیگر. آن دیگر هم گفت آره ای پدر. یک کسی دیگر پرسید، او گفت جانی پدر راست میگه، همین آوازی از آن است. مسلمان ها هم دیگر را صدا کرده ایستیان، با دعوتی به نماز کرده ایستیان. چون یقین گشتش رخی او زرد شد، از مسلمانی دل او سرد شد. وقتی به یقین دانست که همین حقیقتا از آن بود است، دیگر رغبتش تمام شد، دیگه همون میل رغبتی که در قلب داشت دور شد. راحت هم این بود از آوازی او، هدیه آوردم کنون آن مرد کو. برای همین آوازی ایرا من دوست داشتم میگم، اگر خدا بگیرش ای آوازی این خر میتورا. سبب خشنودیم همین است، برای همین هدیه آوردم. کجا هستم اون مرد؟ گر به مال و ملک ثروت فردمه، من دهانش را پر از زر کردمه. اگر گفت قسم به خدا بوی میشیدم، دهانش پر طلا میکردم. به حضرت مولوی نصیحت میکنه، هست ایمان شما زرق مجاز، راهزن مانند آن بانگ نماز. هشتانه در سر تو بگیره مسلمان ها. گفت نه که همین ایمان اسلام شما را مثل همون نمازی، همون شخصی بد صدا خنک صدا زرق مجاز باشد که مردم از اسلام بتورانه. ببینه که فاسقا و فاجرا دایم چی طعنه میزنن، نمازخوانه دیدیم فلان کار کرد، اهل مسجد دیدیم فلان کار کرد، همه را در روی ما میکشن. باید اهل مسجد، اهل نماز چنان رفتار و کرداری داشته باشند، چنان آداب و اخلاقی داشته باشند در همه جا. خواه مکان جای جمعیتی است، خواه جای کار است، خواه مکتب و مدرسه است، در هر جای باشیم همین خیل ادب از خود اظهار کنیم که بی نمازا شرم بدارن، بی نمازا را ذوق کنه، بگن که سبحان الله اگر ما هم نماز میخوندیم شاید صاحب همین خیل ادب میشدیم، شاید خدای تعالی ما را همین خیل هدایت میکرد. هست ایمان شما برق مجاز، راهزن مانند آن بانگ نماز. حضرت عبدالله ابن زید همراه بلال رضی الله عنهما آمدند. یک دیواری بلند بود، حضرت بلال بالا برآمد. عبدالله ابن زید یک کلمه به کلمه
از آن براش تلقین کردن گرفت و بلال با صدای خوش شیرین و گوارا و طنین اندازش بار اول در تاریخ اسلام اذان از برای مسلمانان اعلان داشت و صدای شیرین و گوارای اذان تمام فضای مدینه بلکه فضای تمام دنیا را با خود پر کرد. همه وقت حضرت عمر در خانهش بوده که نو طهارت کرده است، میخواست مسجد بیاید که صدای اذان همون کلمه های اولش در گوشش زد. دیگر ریداش بر زمین کشیده به طرف مسجد تاخت. آمد گفت یا رسول الله والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل ما رأى. ای حبیب خدا، گفت قسم به خدایی که تو را به پیغمبری بر حق مبعوث کرده است، همه چیز ما هم در خوابم دیدم. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت فلله الحمد. ابن هشام در سیره خود آورده است که این اذان از جانب یک صحابه هم کافی نیست، به وحی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده بود و عمل صحابه ها و خواب صحابه ها باز یک تحکیم دیگری بر بالای آن شد. زیرا وقتی که حضرت عمر این سخن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید، حضرت در جوابش گفت یا عمر قد سبقك الوحی، قد سبقك بذلك الوحی، پیش از خواب تو گفت وحی بر من آمده بود. متاسفانه وقتمون تمام شد. انشاءالله در اینجا به سخنمون حسن خاتمه میبخشیم و تا هفته آینده خود را و شما را به خدای عزوجل میسپارم که خداوند از جمیع بلا و آفات ما و شما را نگهبان باشد و خداوند صاحب علم نافع ما گرداند و از تاریخ سیره حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم ما را به حد برخوردار گرداند که هیچ یک مستشرق، هیچ یک معترض، هیچ یک مبتدع نتواند که در تاریخ پیغمبرمون و در تاریخ اصحاب بزرگوار آن حضرت صلی الله علیه و سلم در قلب ما شک ایجاد کند. آمین یا رب العالمین. و بسته است من براتون اعلان میکنم روزهای 18 و 19 همین ماه ایون آزمون قاریای قرآن میشود. اعلام ما در بیرون زدیم، تمام شرط قیدهاش نوشته شده است. تا 25 ساله در آزمون شرکت کرده میتونن. او کسایی که غیرت دارین، کسایی که انشاءالله اهل قرآن هستید، از روز 10 علاقه نامنویسی شروع میشود در مرکز اسلامی با تشبث سرور دولت انشاءالله پیشنهاد شده است و نامنویسی کنه. اگر انشاءالله شاید که خدای تعالی کسی را از قاریایی که در مسجد ما نماز میخونن سزاوار و مفتخر به جایزه بلند گرداند، انشاءالله همه آزمون قاریا بسیار یک نعمتی بزرگ است، بسیار نعمتی بزرگ است، برای همه قفا نمانه. اونجا شرط قیدها بسیار پر و مفصل نوشته شده است. وقتی ما تنگ است که همه او را برای شما بیان کنیم، اما در همون نزدیکی در ورود در ستم زده شده است. اما اعلان خواهش میکنم که همون را بخونید. اگر قاریا باشن روید نامنویس کنید. انشاءالله در هرچی اگر شماره بیشتر و زیادتر قاریا در همین آزمون شرکت کنن همون قدر بهتر و خوبتر است. ببینید برای یک آواز، برای یک صدا و یک حافظی هزارها آدم خودشون نامنویسی کردن. این قرآن که کلام پروردگار است. اگر در صدای خوش 1000 کس نامنویسی کنن، باید در قرآن 10,000 نفر باشن. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين برحمتك يا ارحم. دارین نصیب روزش گرداند. در حق برادرمون دلشاد جان، یک برادری بسیار محب داریم، بسیار از روسیه زنگ میزند، ما را با روز جمعه تبریک تهنیت میگوید. دعا میکنیم که خداوند سالم و سربلند غانم بازگشتن براش نصیب و روزی گرداند. و همچنین در حق تمام برادرای ما که در مهاجرت محنتی هستند دعا میکنیم که پروردگار از جمیع بلاها نگهبانش باشد و سالم و تنصیحت با سر بلند، با آبرو و عزت، با جیب پر بازگشتن براش نصیب گرداند. در حق بختیار جان دعا میکنیم که خداوند جمیع مراد و مقصوداش حاصل گرداند. در حق برادرام عبدالحنان و عبدالمنان، دو برادر هستند، دعا میکنیم خداوند ایماناشون قوت ببخشد. همین برادر واقعا گفت که الحمدلله که
از نعمت دنیا خداوند به قدری کافی رزق روزی ما رسانده است. دعا که گفت داملا که خداوند ایمان ما حفظ کنه و قوت ببخشه. دعا میکنیم پروردگار ایمانش قوی گرداند، در راه صراط المستقیم قایم و استوارش دارد و فردا روز قیامت همراه مؤمنان محشور گشتن براش نصیب روزی گرداند. در حق سهراب جان برادرم و یک برادر محب داریم در مسکو است. دعا میکنیم خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشه و جمیع مراد و مقصوداش حاصل گرداند و فرزنداش مثل خودش محب بزرگ سازد. در حق انور جان و در حق قیام الدین دعا میکنیم خداوند جمیع مراد و مقصوداشون حاصل گرداند و در کسب و کارش برکات عطا کند. در حق برادرم ظاهر که بیمار است دعا میکنیم خداوند برای شفای کامل و عاجل عطا کند. یک پسر بچه اهل قرآن اهل نماز بعد صدمه نقلیاتی پسرچه 12 ساله است، چند روز است که در حالت بیهوشی بوده است. دعا میکنیم در حقش که خداوند برای شفای کامل و عاجل عطا کند و چشم پدر و مادر و خویش اقرباش به صحتی او روشن گرداند. در حق برادرم حاجی عبدالله دعا میکنیم پروردگار جمیع مراد و مقصوداش حاصل گرداند. در حق حاجی ولی جان برادرم محمد جان و دیگر برادران دعا میکنیم پروردگار جمیع مراد و مقصوداشون حاصل گردان و خداوند و سعادت دارین نصیب و روزیشان ساز. خب یک برادر از دنیا گذشته بوده است، در حقش دعا میکنیم که خداوند رحمت مغفرتش کند و در جوار رحمت خویش مستقرش گرداند. یک برادر به جای نو میکوچیده است، دعا میکنیم که خداوند در این مکان نو براش برکات عطا کند و از خانهش صدای تلاوت قرآن و بانگ اذان و نماز بلند شود. در حق یک برادر مصطفی جان دعا میکنیم، فامیلش هم نوشتن حجت به فامیلش نیست، که در بنیاد مسجد ها اصلا بسیار سهمگزار است. خداوند فردا روز قیامت همراه مسجد سازا که بزرگترین ایشان محمد صلی الله علیه و سلم است محشورش گرداند. خب یک برادر در حق گفته است در حق بابای شیرعلی دست جمعانه دعا کنید و در حق بیماران اهل اسلام خداوند بابای شیرعلی را از جمیع بلا و آفات نگهبان باشد و خداوند بیمارای اهل اسلام شفای کامل و عاجل عطا کند. خب یک گروه دانشجویان دانشگاه طبی گفتن در حق ما دعا کنید که امتحان رو با بهای اعلا بسپاریم. خداوند مساعدت کند که امتحان رو با بهای اعلا بسپاریم و دانش خوب اندوخته را در راه حفظ سلامتی مسلمانان به کار ببرید. آمین. شد روزی بده. التماس همی خطای درست ننویسید. آخه توی خط من بخونم که دیگه جمعه هم میگذره میره. خب یک برادر دعا طلب دست برای کشایش کار با برای برکت خانه. خب در خانهش یک اپای به نماز داشته است، دعا میکنیم که انشالله خداوند اپاش نماز خوان کنه و پروردگار بخت چکشاده گرداند و تمام خواهرها و دخترای اسلامی ما را خداوند صاحب بخت اقبال، صاحب شوهرای صالح و فرزندان صالح و صالحه گرداند. آمین یا رب العالمین. یک برادر در دهنی در گفت که در حق دعای دست جمعانه کنیم. در حق برادر و تمام برادرای دعا طلب دعا میکنیم خداوند مراد و مقصودهای بنده های مؤمن تا برآورده گردان. پروردگار حاجتمندا را حاجتاشون قضا کن. خداوند او برادرایی را که احتیاج به کمک مادی دارن رزق روزیشون فراخ و وسع گردان. برادرای قرضدار از غم قرض نجات ببخش. خداوند و برادرای بیمار شفای کامل و عاجل عطا فرما و به فرزند و فرزندای صالح نصیب و روزی گردان. و او برادرایی که بیماری ایمانی دارن خداوند هدایت شو که این روزی جمعه دعا مستجاب است. و برادرایی که ادب ندارن پروردگار صاحب ادب و اخلاق شو که. و برادرایی که متاسفانه تا هنوز درک نکردیان که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است خبرچین و سخنکش هرگز داخل جنت نمی شود. خداوند از همین دردی خبرکشی نجات شو بده که داخل جنت شوند، از جنت محروم نگردند. پروردگار را امید به رحمت مغفرت داریم.